قدران و مداران سویت ایران ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط به‌جای شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چون که میگویند جوانان زیایان آینده ملت است. اکثر زیایان حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، اتمرد بشه، بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، ککایی ملیخوان بزن. تو نامرد هستی برم ناس میخری همون پیوه غدا رو شکمت برم که دیگه قبلی ساقرم آری میمیری سپیش زنی کنیک انزیم آرز کزن که یک تبینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه قپیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پاچه در میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هرچی مرد باشه قپیدگی چه کس کده گویده میگیری نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با خیلی نسید کسی که یگان عرض شکایت دارن همه به عرض زیرین نال خود سیاد که دنگ زنید با ما در تماس باشه.